فتوا در مسئله لباس ملی قبول کردیم. برادران اهل اسلام، بعض یک دو حالت‌هایی که سر و صداهای زیاده بدخواهان ملت ما، دولت ما خیلی گپ و کلابه‌های زیاد کردن، در نتیجه هم یک دو نواری بی‌سنجشی بی اساس اوضاع و گپ و خبر از داخل و از خارج، خصوصا از دولت همسایه، بعضی از ملایی که نه اندیشه دارند، نه تشخیص و تحلیل دارند، نه درک و فهم دارند. برای همین هم شورای علما فتوا صادر کرد که این همه گپ‌های بی اساسی که هیچ واقعیت ندارد نادرست است و به گفته اینها هرگز شما آواره و فریفته و داده نشوید. یعنی آگاه باشید. همین خانه آرام و آباد و خنده های فرزندان و نبیرگانی که وجود دارد هر روز میبینید، این رو از دست ندید. چرا که ما یک بار دیدیم جنگ برادرکشی، خانه های سوخته خون و خاک کشیده رو ما دیدیم، بس است. برای همینم شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان فتوا صادر کرد که من به سمع شما میرسانم. فتوای شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان درباره لباس ملی: بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا خداوند یگانه را و درود و سلام بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و خاندان و یارانش باد. شکر به حد از صلح و ثبات و فضای آسایشته وطن عزیزمان تاجیکستان می نماییم که به عنایت پروردگار و خیرت راهبر غمخوار ما را شرایط سازگار و مناسب برای طاعت عبادت و ادای فرایض دینی ارزانی داشته است. خداوند متعال بشر را از یک مرد و زن آفریده و قوم و قبیله و خلقهای گوناگون تقسیم کرده است. همچنان که پروردگار می‌فرماید: ای مردم، و درستی که شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را قومها و قبیله ها ساختیم تا به یکدیگر شناس شوید. هر آینه گرامی ترین شما نزد پروردگار پرهیزگار ترین شما هست. خداوند دانای خبردار است. سوره حجرات آیه 13. این است که هر قوم و قبیله و خلق از قدیم و در شرایط معاصر، هر ملت عرف و عادت و عنعنه و سر و لباس خود را دارا است. خلق ملت‌های حوزه تمدن اسلامی نیز هر کدام لباس‌های خاص خود را دارند. سر و لباس مردم مسلمان وابسته به شرایط زمان و مکان معین و طراحی شده است. لباس پوشانیدن بدن مرد و زن می باشد. در این مورد در قرآن و حدیث آمده است که عورت مرد از زیر ناف تا زیر زانو، زن باشد غیر از رو، پای و دست عورت است. در عرف و تعامل مردمی زنان و مادران تاجیک طی 100 سالها لباسهای پوشیدند و می پوشند که به طلبات شریعت جوابگو بوده. در آنها عادت و عنصرهای محلی و خصوصیت‌های طبیعت و جغرافی به اعتبار گرفته شدند. اگر ما به سر و لباس معمولی زنان و مادران ملت تاجیک نظر اندازیم، آگاهی پیدا میکنیم که بانوان کشور ما اکثرا لباس ملی میپوشند که از روی مال، کرته و پایجامه عبارت است. در اطراف چگونگی سر و لباس ملی جوابگو به سطر مسلمانی در جامعه فکر و اندیشه های گوناگون و ملاحظه های بی اساس پیدا شده است. بنابراین شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان با در نظر داشت طلبات فقه حنفی فتوا می دهد. طبق مقررات شریعت اسلامی و مذهب حنفی، پوشش یعنی ستر زن باید از رویمال، کرته و پایجامه عبارت باشد که مادران تاجیک از قدیم الایام آن را به بر میکنند. لباسهای ملی عنعنوی مادران و خواهران تاجیک
که از رویمال، کرته و پایجامه عبارت است کاملا به طلبات مذهب حنفی جوابگو می باشد. از این خاطر پوشیدن لباس ملی ما در فقه مذهب حنفی اجازت بوده نسبت به هر نوع لباس دیگر افضلیت دارد. دین مبین اسلام وابسته به پوشیدن لباس مقررات خاص دارد، اما در شکل دوخت یا رنگ لباس محدودیت مقرر نکرده است. بنابراین پوشیدن لباسهای رنگی ملی در مذهب ما جایز است، اما پوشیدن لباسهای تنگ و سیاه زنانه، حریر و دیگری که عضوهای بدن را نمایان میکنند توصیه داده نمی شود، زیرا رنگ سیاه از نظر مذهب ما حتمی نبوده و خصوصیت‌های ملی و شرایط جغرافی ما نیز سازگار نیست. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان و مادران و خواهران عزیز توصیه می‌دهد که جهت ارجگذاری به فرهنگ ملی لباس‌های با طرح ملی آماده شده را که فراگیر معیارهای اخلاقی و دینی بودند، حیا و عفت زن مادر را انعکاس می‌نماید و به اخلاق و آداب اسلامی موافق میباشند باور کنند. با مقصد حفظ ثبات و امنیت جامعه و رعایت آداب دینی و مذهبی و ملی، ساکنان از پوشیدن هر گونه لباسهای به فرهنگ و مذهب و ملت ما بیگانه و غیر اخلاقی که با هدفهای غرضناک ترغیب میشوند خودداری نمایند. رعایت آداب پوشیدن لباس ملی همچون رکن فرهنگ، وسیله مهم معرفی ملت و تقویت مذهب اجدادی، اینچنین تحکیم پایه‌های دولتداری ملی که آرامی و ثبات را کفالت می‌دهد به حساب می‌رود. دین مبین اسلام نیز همه ما را مسئول گردانیده است که برای آرامی، آبادی، برادری و رشد جامعه و ملت سهمگزار باشیم. این بود فتوای شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان که نمازگزاران محترم به سمع شما رسانیدم و در اخیر دعا کنیم که پروردگارا همه ما و اهل و خانواده و فرزندان و آیندگان و نبیرگان ما را علم نافع با حکمت نصیب روزی بگردان. همه ما را در این روز سعید جمعه و اهل و خانواده و فرزندان و پیوندان ما را عمری درازی به درد با برکت، کامیابی های دائمی، سعادت دارین نصیب روزی بگردان. پروردگارا کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. پروردگارا در این عصر فتنه و عداوت و دشمناگری ها کشور ما را از تمام ضرر و گزند و فتنه ها در پناه عصمت خودت نگه بدار. همیشه آباد و آرام نگه بدار و پیشوای ملت که همیشه سعی و تلاششان برای آبادی و آرامی و پیشروی و ترقیات این کشور شب و روز مهنت و زحمت میکشند. پروردگار در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفق بگردان. پروردگارا همه این بندگانت به امید خانه ات آمدند و دست امید به سوی خودت برداشته‌اند. هر یک امیدها و آرزوهای دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. پروردگارا تمام بیماران را شفای کامل و عاجل عطا فرما. قرضداران را از قرض و خجالت نجات بده. مشکلی داران را مشکلی هایشان را برطرف. در عمر و زندگی و کسب و کار و مهنت و زحمت و اهل و خانواده و فرزندانشان برکت دائمیت نصیب روزی بگردان. طاعت عبادت و خصوصا توبه و تضرع ما را به درگاهت قبول بفرما. همه ما و اهل و خانواده و فرزندان جمله مؤمنین را از گناه پاک بگردان. همیشه زیر سایه رحمتت قرار بده. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتك یا ارحم الراحمین. از آن بگید.